امروز اومدیم با ادامه روبلاکس پارت سوم. اومده بودیم که بریم سر کار پیدا کنیم و خونه اومدیم ویدیو قطع شد. ببخشید بچه، باد خورده بود تو این چند روز. ما میخوایم بریم پلیس بشیم بچه. این پلیس این کار کنیم ولی نمی‌کنیم. کجایی پسی داری؟ چی داره زنگ میزنه؟ کیه؟ نمیدونم، اشتباه زنگ زدم. ببینم باید بازی کنیم. مراقب باش نفرستم. باشه. دستبند بندم که نیازمون بشه. مورد نیازمون اینان. پلیس رو یکی انتخاب کرده، پس ما پلیس نمیشه. من از فلزیلای میترسم. اون همش من رو اذیت میکنه. ایشون برنامه میکنم باید زندانی کرد. زندانی کرده؟ خب آخه برای چی؟ اصلا من باید کنه. ازش بدم میاد. نگران نباش عزیزم. چی میشه؟ ما از اینجا میشه. سر کار نمیخواد بچه ولش. جوری بهتره که نیچه یا خدا سلام. در خدمتتون بودی یه چایی شیرینی دیگه من ماشین گفت نکرده بودم مونه میچرخم بچه. ببین اگه دلش نکنم جان زیبا چی کار میکنم، اما من اجازه نمیدم در روابط تا هر رفتار دلت میخواد باید بچه. اجازه نمیدی؟ تو اصلا کی هستی که اجازه بدی نداری؟ سر پیازی اتای پیازی تو کار نصیبی نداری، درس دانشگاه نداری. بابا بیا برو یارو پرت بریم خونه یه کارایی بکنیم برگردیم یه لحظه. راحتت بذارم که هر بلایی داری میخواست این بچه بیاری؟ دیوار؟ کدوم منم؟ من بدبخت صبح تا شب اون کیه وسط خونه ما گذاشتی؟ از بچه خودم بیشترش محبت میکنم. این پروانه داره دورش میشن توی من احساس تنهایی نکنه. این حق من نه؟ آخرش اینجوری دست مزدمانی بشکنید دست نمکن. مرسی خانم دروغ و دمنه این بچه رو باور نکن. این بچه از بس که دوست شده. با خاطر چی فکر میکنی؟ ها؟ این روز روشن نگاش کن. بچه از تو میترسه. اونو خودتی کثیف نکن. یه ذره ترس برای تربیت بچه لازمه. برو تو اتاق بچه. برو وایسا تو با من میاد. خب؟ وایسا ببینم خانوم. میگه تو حرف حساب تو کلت نمیدونم. جای پاهاشو برای این بچه رو بده به ما. فهمیدی؟ اگه پاها رو میرس براش دست چه گل میزنی؟ مرتبط به این اشتباه هیچ وقت نمیشه. میدونی از کجا میسوزی؟ بده راحت بگم. اسم ابوالفضل ایکس مس. خب مس میدونی اگر من جای تو بودم چی کار میکردم؟ خودم رو بیشتر از این سنگ لق نمیکردم. این گندون لقت دهنت نمیدارم. خانم اگر تا تو رو قابل حساب دیگر سرپرستی بچه شده تو، اما تو رو قبولت نداره. من باید دعا میکنم ایشالا شوهر خوبی گیرت بیاد. یه چیزی رو بگی؟ تصمیم من برای آینده با خودم. خب؟ باریکلا اتفاقا اصلا به من ربطی نداره. ولی تا وقتی که داری این واضحیت ادامه میدی و هی میری توی خونه یعنی چی؟ یعنی که داری پاک کفش زندگی من میکنی. اون وقتی که ربطی رو تو به هم دیگه ارتباط پیدا میکنه. این مرزیه. تو هنوز زیبا رو نمیشناسی. اگر اون روز سگ من بالا بیاد اون وقت بد می‌بینی یا زیبا کنی. هی اصول بگیری راسته میگی. ولی یه چیزی دارم. آها نیست. من که هستم. بریم اسم خودمون مثلا عکسمون رو بذاریم. خوبه عکسمون نمیشه پس اسممون رو می‌نویسیم ابوالفضل ایکس مس یا مس.
تموم. حالا غروب میشه بچه. خب بچه ها پارت جدید گرانی هم براتون میریم. پارت 2 پارت 1 که نتونست چیزی پیدا کن ولی ایشالله میریم. زامبی هم پارت جدیدش امشب براتون میریم. زامبی کال آف دیوتی پارت 2 براتون میریم. چند نفر بذار اجتماع اضافه کنم میخوادم. اینجا واه اینجا چه حالی میدی عروسک جمع آوری نمیکنم. جالی میده اوپس 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 اوپس. خیلی حال میده بچه. جانم یا حضرت عباسی کیه؟ چه یه دور باش بزنی؟ دارم اون بازی میکنه بلشم. و دیدید هیجانش این بود. خیلی قشنگ. هیجانش رو دوست داشتم خدایش. پله بار ای ماشینش اینجوری پارک کرد. پله بالایی اینجا چی؟ ای دعوت با دوستان بچه رو اول فز فاتیه چپولی توم 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 چپولی یه روزی دو پارت جدیدش انشالله میایم. من اولای کار نمیتونم برم. دانوسی نه سلام از ارادت چه خبر از شرکت؟ متاسفانه خبر خوبی ندارم. ما تو سوال کنیم دیگه خوبه. در مورد پشت پرده و راهپای تجاری داره ایجاد میکنه. آقای توتونچه به جای سر شما دادن به اوضاع آمدانه داره به این ماجرا دامن میزنه. سپردن کارهای بزرگ به آدم از کشی هیچ نتیجه جز خرابی نداره.
کسی با این عقیده مخالف باشه از شرکت اخراج میکنه. امروز هم عضو من آقاست. شما رو اخراج کرده؟ مهم اعتبار شرکته. واسه همینه که دلم میسوزه وقتی میبینم کار افتاده دست یه آدمی نابین نابلد. چطور میشه صد راهش شد؟ موتورم نزد. سعی خودم میکنم. خب گفتم شما در جریان باشین بهتره. خداحافظ. باران کجا رفته؟ نرفته، دزدیدنش. دزدیدنش؟ کی دزدیدتش؟ مرضیه خانوم از در اومد تو کلی بیچار ما رو من بدبخت خاک بر سر کرد بچه رو برداشت برد. البته به زور بهت بگم ها. چرا شلوغش میکنی زیبر؟ مگه میشه یه همچین کار کرده باشه؟ بله میشه. حالا که شده بریم. تا میرسه بانه کی میتونه برسونه نبره بازم خونه میرسه بانه کی میتونه برسونه نبره بازم خونه اویا ابوالفضل من خودم میرم برش میدارم میارمش. خونه رو نمیفهمی اینا میخوان سرپرستی این بچه رو از ما بگیرن. الان میرم با هم دیگه گاوبندی میکنم. نه. بالا میسن این بچه میارم بعد میزن گردن من رو توی بدبخت. یه دونه رفیق آوردم برای حرف پشتم بسته این آش نخونون دهن سوزه. فهمیدی؟ بعدش هم سرپرست باران که از ما میگیرن. هیچ ارث و میراثی دارید هم بالا میکشن یه آدم روش. بریم مرد کنیم مرغ از قفس میدپریده. خیلی خوب آروم باش. میری برش همین خونه بریم. چیه آدم های اصولی افتن تو کجا؟ برای دیوار سر درس مشق جانم بهت میدم. یه زحمتی رو خود کردی؟ استغفرالله. ببخشید بچه هم قسم حالت خوب شد؟ بهتری؟ میشه من نکردم. چرا؟ مگه زیبا اذیتت نمیکنه؟ آره حتی میکنه. چه؟ ولی اگه طرف خیلی عصبانی میشه من میدازه تو امروزی رو نمیخوری بعدش هم منو کودک میزنه. تا پیش من این خیالت راحت جاتم پس هیچی نترس. هیچ کس هم نداره خونه من بیاد این چال خود اینا بهش حال میکنی خودش چه وزن خوردی چال مورد دیگه نمیکنه. این سخت میتونیم به هر صورت بین خب بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه ابوالفضل ایکس مس یادتون